سلام، امیدوارم که خوب باشین، حالتون خوب باشه. من الان بیمارستانم، کارآموزیم. گفتم بیام براتون ویدیو ضبط کنم. تایم رستم اومدم یه جای دنج و خلوت زیر سایه درخت پیدا کردم که باتون صحبت کنم. یه سوالی که خیلی از من میپرسید، میگید که پرستارا چجوری با حقوق پایه 12 میلیون کار میکنن. ببینید بچه ها، واقعیت اینه که به نظر من کار کردن شرکتی با حقوق 12 تومن توی تهران اصلا کفاف زندگی رو نمیده، چون 2/3 حقوق رو شرکت برمیداره و 1/3 که میشه 12 تومن رو پرستار برمیداره. و شما فکر کن توی تهران که کف اجاره خونه 10 تومنه، چطور یه پرستار با حقوق 12 تومنی میخواد زندگی کنه؟ اکثر پرستارها توی تهران 2 جا کار هستن، اکثرا و حالا اونایی که استخدام رسمی ان حقوقشون بیشتره، پایه‌شون میشه 14 تومن، اضافه کاریشون به جای مثلا ساعتی 30 تومن میشه ساعتی 60 تومن. و اینکه اونها هم خیلی وقت 2 جا کاری میکنن. خیلی از پرستارا کار هوم کیر میکنن. حالا سوالتون اینه که دستم درد گرفت، بذارید با اون یکی دست امتحان کنم. حالا سوالتون اینه که چجوری مثلا ما که هنوز دانشجوییم و پرستار نیستیم تو تهران بتونیم کار کنیم یا اصلا هر شهر دیگه. ببینید بچه، حقیقتش اینه که شما تا عرصه نرین نمیتونید خیلی جایی کار کنید. چرا؟ چون اون جایی که شما میرید برای کار کسی رو نمیخوان که هی آزمون خطا کنه. شانس مایه یه ماشین گاز داره. اونجایی که شما میرید برای کار کسی رو نمیخوان که هی آزمون خطا کنه، خرابکاری کنه، اشتباه کنه، چیزی بلد نباشه، اونا آموزشش بدن. ببینید به هر حال اونجایی که شما رو برای کار میگیره انتظار داره شما خیلی چیزا رو بلد باشین، خیلی کارا رو خودتون بتونین انجام بدین و خلاصه از پس بخش بر بیاید. و حالا ما چی کار میتونیم کنیم که یه جورایی یه راه در رو داشته باشیم؟ بچه‌ها، ما باید خودمون رو آپدیت کنیم، باید کارگاه بریم، کارگاه‌های عملی کار کنیم. تا وقتی کار رو دستمون نگیریم که نمیتونیم بفهمیم بلدیم یا نه. شما مثلا باید 5 بار تئوری بخونی، 10 بار عملی انجام بدی تا به یه دانش و به یه سطحی برسید. پس اصلا از کارگاه ها غافل نشید و فکر نکنید با شرکت کردن تو کارگاه ها پولتون رو دور میریزیم. پس باید از کجا تجربه کسب کنیم؟ منی که ترم 6م اگر کارگاه نرم، اگر تو همین بیمارستان فرصت و غنیمت نشمارم، کار نکنم، از کجا باید تجربه به دست بیارم که وقتی میرم یه جا به من اعتماد کنم؟ امیدوارم مفید بوده باشه.